جوانان دهه سویلاب جماعت دهات خراسان نویه فرخور از خشیسی بلند وطندوستی ظاهر نموده تحت شعار ما پیروان پیشوای ملت اقدام گرفتند که در دوره وسعت تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه ده را پورا اسفالتپوش نمایند. مسافت این راه اهمیت محلی 3 کیلومتر را تشکیل داده عین زمان با استفاده از تکنیک صحوی کارهای تخت و انبارکنی ادامه دارد. در این دهه دوردست نویه چند سال اخیر راه مذکور در حالت تعمیر طلب قرار داشت. برای تامین حرکت منظم و به خطر واسطه‌های نقلیات با گذراندن کارهای زمینی پهنایی راه از 3 به 5 و در بعضی قطعات تا 7 متر رسانیده شده. در این مسیر یک پل اهمیت محلی داشته نیز تعمیر و از نوسازی کرده شده است. در ادامه این تدبیرهای آبادانی باید به تحکیم انفراستراکچور دهات برای پیشگیری از تلفات نیروی برق با دستگیری ساکنان در شفت راه دهه یک چند عدد سیمچوب‌های فرسوده با پایه‌های آهن و بتونی عوض کرده شدند. با اطلاع تشبثکاران روزهای نزدیک در همکاری با شرکت راهسازی و جلب متخصصان ساحه اسفالتپوش کردن راه دهه آغاز گردیده مشکلات جای داشته برطرف خواهد شد. با پشتیبانی از سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان باید با دستگیری رشد ساحه و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت جوانان وطن دوست دهه همزمان اقدام گرفتند که تا سال نو خونیش مؤسسه تاسیسات منظم رقم 20 را از تعمیر خوشصفت برآورده مورد استفاده قرار دهند. ساکنان محله سویلاب اقدام گرفتند که 3 کیلومتر راهی که اونها اسفالتپوش باید کنند این چنین مکتبی که در آنجا تحصیل کرده بودند خصوصا جوانانی که در موجودیت میراثی می باشند باید که تعمیر اساسی مکتب رو برآورند. ما کوشش کرده استودیم که مکتب رو با صفتی بلند از تعمیر برآوریم. از جانب ختم کردگان این مؤسسه علاقه قسمت نمای مکتب پورا از تعمیر اساسی برآورده و رنگ و بار کرده شده است. در داخل بنا باشد از نوسازی فرش راهرو و صنفخانه‌ها در عرصه انجامیابی قرار داشته تا نیمه اول ماه اوگوست تمام حجره‌های کاری و صنفخانه‌ها نیز از تعمیر خوشصفت برآورده می شود. در این دهه دوردست نویه توجه به کار تعلیم و تربیت و ساکنان غمخواری نسبت به امروز آینده فرزندان و قدرشناسی از قدر و منزلت آموزگار ارزیابی کرده همگان به خصوص جوانان به آر و ناموس دهه تصمیم گرفتند که تا روز تجلیل از جشن مقدس و عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شرایط کار تعلیم و تربیت را در مؤسسه با تدریج بهتر نمایند. طبق نقشه بعد اسفالتپوش کردن راه بین دهات خراسان و ساحلاب شفت این راه و حدود دهه به طور زمانوی چراغان کرده می شود.